السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، امروز باز یکی از حدیث های مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم رو در تجارت میگذاریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای تاجران و همچنین برای تمام مردم راهنمایی کرده. در این حدیث مبارک خود چنین فرمودند: از حذیفه ابن یمان رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: من باع دارا او عقارا ولم یجعل ثمنه فی مثله لم یبارک له فیها. کسی اگر خانه یا زمینش را بفروشد و پول آن را به مانند خودش صرف نکند، یعنی خانه به جای همون خانه‌ای که فروخت خانه دیگر یا زمین دیگر نخرد، الله تعالی به همان مبلغ برکت نمیدهد، به همان مال برکت نمیدهد. یعنی در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را به نفروختن خانه یا زمین ترغیب و تشویق کرده ایستادند. و همچنین اگر کسی خانه اش را بفروشد یا زمینش را فروشد، باید چیکار کند؟ تیز از قفایش یک خانه دیگر بخرد، زیرا اینکه پول نقدی که در دست او می ایستد و همان را به جایش خانه دیگر نمیخرد و این پول چی می شود؟ پول شد گم شد می شود. به قول مردم پول خراجات می شود، صرف می شود و همون انسان بی خانه بی مالکیت می ماند و همچنین پولی که در دست دارد، چنانه که ما و شما می دونیم پول نقد لیکوید نیستش، یعنی صرف کنیش خراجاتش چه است؟ خیلی بلند است، درجه یکم می ایستد. یعنی پول نقد چی می شود؟ صرف می شود و از دست می رود. حتی نفری که گمان می کند که خانه را فروخته به جایش چیکار می کنم؟ طلا یا یگان سنگ های قیمت بها گرفته می مانم، می گوید خطا می کند. برای چی؟ برای اینکه طلا هرگز با خانه برابر نمی شود. قدر طلا چی است؟ قدر طلا با انفلاسیون قریب برابر یا کمتر بلند است. یعنی بی قرب شوی برابر با همون پول نقد است یا اینکه کمتر از همون انفلاسیون بلندتر است. اما متخصصان اقتصاد و مخصوصا آنهایی که با خرید و فروش خانه سر و کار دارند، متخصصای ندویژم است، غیر منقول، میگویند که اگر انسان خوب استفاده برد از غیر منقول، از همون ندویژم است، اگر خوب استفاده برد و در جای خوب پولش را گذارد، میتواند در یک سال تا 30-35% از غیر منقول از ندویژم است درآمد به دست بیارد. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را 1400 سال قبل حکمت این حدیث را ببینید که امروز متخصصان تجارت و اقتصاد و خرید و فروش خانه به همین تاکید کرده ایستادند. و همچنین ببینید نفری که خانه اش را می فروشد و با گمان با مقصد و نیت تجارت، اکثریت آنهایی که خانه را فروخته به یک تجارت صرف میکنند، بسیاری تجارت هاشون کساد می شود. الله تعالی به آن برکت نمیدهد، هم پول را از دست میدهند و هم خانه را چیکار میکنند؟ از دست میدهند و بی خانه میمونند. بنابراین اهل علم در شرح همین حدیث گفتند که فروختن خانه بی ضرورت مکروه است، اما در حالت ضرورت البته فروختن خانه جایز است. و مثلا بعضی نفرها الله نکند که قرضدار میشوند و انسانهایی که قرض دادند از او چیکار میکنند؟ هر شب و هر روز قرضش رو طلب کرده ایستادند، مجبور میشود در حالت ضرورت قرض حسنه نمییابد. در این حالت فروختن خانه برایش جایز است. اکنون تصور کنید انسانی که خانه اش را میفروشد و پول خانه را در خانه دیگر صرف نمی کند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند لا یبارک له فیها، الله تعالی برکت نمیدهد. الله تعالی
بر همون مبلغ اگر تیز خانه نخرد برکت نمیدهد. گفتند اکنون حالت آنهایی که نعوذ بالله چیکار میکنند؟ خانه را گرفته، حجت های خانه را گرفته با دو دست خود میروند و در بانک ها بگره گذاشته قرض میگیرند. اصلا که قرض همون کردیتی با پرسنت حرام است، اما با وجود یک کار حرام، با وجود یک گناه کبیره کردنشان، باز یک گناه کبیره دیگر را اجرا کرده. خانه ای که مالکیت خود هستند، یک بام سرپوش دارند، آخرین چیزی که در دست دارند او را میگیرد، چیکار میکنند؟ میگیرد بگره و با بانک میماند. و میبینید که چقدر انسان ها از سبب همین بیخانه و بیدر ماندند. الله تعالی پناه دهد که بیخانه و بیدر ماندند. و تعلیمات رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما بازم تاکید میکند که ما و شما پایبند دین مبین اسلام باشیم. در تجارت، در خرید و فروش، در هر یک کاری که میکنیم پایبند گفته های الله و رسولش باشیم، تا اینکه هم در این دنیا الله تعالی برای ما و شما برکت دهد و همچنین الله تعالی در آخرت ما و شما را سربلند و سرفراز و سعادتمند بگرداند. تا نوار آینده الله تعالی نگهبانتان باشد.